اگه تازه وارد هستین احتمالاً این ویدیو رو قطع می‌کنین قبل اینکه بخوام به نکات اصلی برسم. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از قسمت‌های پادکست دایی والای لامپ، پادکست کشیش. و بله، اینجا الان پرده سبز گرفتم، گردمن گرفتم، از این انگشت‌ها گرفتم. اما هزینه می‌کنم جذاب‌تر بشه این پادکست ویدیویی. حقیقتش من تصمیم که می‌خواستم اول بگیرم و الان گرفتم و می‌خوام انجامش بدم و اونم نتیجهش میشه حوصله سربرتر شدن ویدیوها. بذار وبکم اونورتر بیارم. آره، خب یعنی چی؟ یعنی اینکه از الان به بعد همون کاری که میخواستم و میکنم. اونم اینه که پادکست حوصله سربرتری بگیرم. و یعنی چی؟ یعنی چیزایی که تو دلم هستش رو تو پادکست بگم، نه چیزایی که مردم میخوام بشنن یا صرفا ویو زیادی میگیره. و کار اصلی رو اگه خدا بخواد، اگه خدایی وجود داشته باشه که بخواد، میذارم برای کانال انگلیسی. چیزی که میخوام من امروز در موردش صحبت بکنم، راسی از اینا گرفتم، گفتم ADHD دارم. مدل چلنگش رو سفارش دادم. فکرم چلنگ یعنی مثلا یه دکمهش قرمز باشه، یکیش مشکی باشه. دیگه از این حالت این اسکینای CS شده، رنگین کمونی با اسپری پاشیدن، ولی خیلی خوبه، خدایی واقعا عاشقشم. آره، چیزی که میخوام امروز در موردش صحبت بکنم مربوط میشه به خود ایران و مردم ایران. وبکم بیا اینورتر، قشنگ تو صورتتون نگاه کنم. آره، شاید خیلیاتون اینو قبول نداشته باشین که خب اشتباهه، یعنی نمیتونین قبول نداشته باشین، خیلی چیز مشخصیه. وبکم بیا اینورتر منو ببینن، هم زاویه قبلی قشنگ‌تره. آره، و اونم اینه که ایران اصلا کشور خلاقیت پذیری نیست. بچه‌ها، من حقیقتش این پادکست رو برای این راه انداخته بودم که نکات غیر مربوط به علاقه‌م رو اینجا بگم و چیزایی که مربوط به علایقم میشه رو توی کانال انگلیسی بذارم. بالا علاقه‌م چی هستش بچه‌ها؟ من حقیقتا علاقه‌م بازی سازی هستش و ای کیرم توش اسباب بازی افتاد وایسا. آره، علاقه‌م بازی سازی هستش و دوست دارم مطالب مربوط به بازی سازی بذارم و کلا هر چیزی که مربوط به صنعت بازی سازی هستش. ولی دوستم خودم اون فرآیند بازی سازی رو انجام بدم و تو یوتیوب بذارم تا مردم از کارم حمایت بکنن. حالا چرا یوتیوب؟ چون ایران هیچ کس کیرش نیستش دوستان. یعنی اصلا من بعد از اینکه کانال فارسی قبلیم به چخ رفتش، برای این کانال فارسی رو انداختم که مطالب مربوط به ایران اینجا آپلود بکنم، مثلا دق دلایی که تو دلم هستش. و از الان به بعدم میخوام کشیش رو همینجور پیش ببرم همونطور که میخواستم. حالا میتونید نگاه کنید، میتونید نگاه نکنید، ولی اگه تا همینجا دارین به کسچرام گوش میدین دمتون گرم، پس یعنی نگاه میکنین. بچه‌ها، حقیقتش ایران مخالف آدمای خلاقه. نمیدونم، مگه خلاق اینتیجه طور باشی، خلاق وحشی، میدونی چی میگم؟ مثلا اینا که خجالت نمیکشن و پارتی دارن و میدونن تو هر موقع چیکار کنن. یا آدم خلاق بدبخت ADHD داره که الان با اینم خوب نشده مثل من، که 24 ساعته تو ذهنش تخیل میکنه، هیچ گوهی نمیشه تو ایران. و من خیلی از شرکت‌های بازی سازی هم رفتم، خیلی جا صحبت کردم، ولی اصلا حتی خیلی وقتا بهم جوابم نمیدادن، این رسما دکم میکردن. و یوتیوب امید آخر من هستش که بتونم اون استعدادی که تو وجودم دارم نشون بدم و از طریق اون به جایی برسم. حالا نکته‌ای که میخوام بگم اینه، حقیقتش من خیلی سخت میتونم تمرکز کنم یه کاری انجام بدم. نمیخوام اینجوری مثلا لوس بازی در بیارم. آره من ADHD دارم. 3 تا فاکینگ روانپزشک رفتم، هر 3 تاشون هم برام همون داریو نوشتن که باید مینوشتن که بماند حالا اثرش چطور بوده. ولی آره، حرف من نیستش. من خودم گفتم نه بابا، حالا اینطوری هم دیگه نیستش. ولی اونا گفتن نه، چرا همینطوریه. ببین، یه آدمی مثل من که فقط میتونه کارهای مربوط به بازی سازی انجام بده و فقط فکر بکنه، نمیتونه بیاد یه کار دیگر رو انجام بده. من خودم حداقل اینطوریم. یعنی اگه به من بگی که چه میدونم این زمین رو شخ بزن، شاید داره شخ بزن، ولی واقعا دهنم گاییده میشه، نه به خاطر سختی کار، به خاطر اینکه علاقه بهش ندارم. ولی اگه تو منو توی اتاق زندانی بکنی، 24 ساعت مجبورم بکنی که برای جمع‌آوری بازی بسازم، 100 تا بازی بسازم،
اینا با خوردن بعد انجام میدم، حتی اگه یه چیزی گوه در بیاد. چرا؟ چون عاشق کارمم و نکتم همین هستش. ولی چرا خدا باید یه آدم ریتارد بدبخت مثل من خلق بکنه؟ الان خیلی چیزا میخواستم قبل ویدیو بگم، قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم خیلی چیزا میخواستم بگم، الان همش یادم رفت. شاید چون نمیتونم داد بزنم و شب میگم همسایا اذیت نشن اینا، همه چی واقعا یادم رفته. ولی نگاه، اینم یکی دیگه از مشکلات ADHD، همه چی سریع یادت میره. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که یادم نمیاد، میخوام یه چیز دروغی از خودم بگم که مثلا قانعتون بکنم. من از بچگی حقیقتا یادم اومد پای کامپیوتر بزرگ شدم. تقریبا یادم اومد پای کامپیوتر بزرگ شدم و دوستی هم نتونستم پیدا بکنم. یعنی دوست و رفیق و شفیق خودم رو کامپیوتر میدونم و میدونم که خیلی چیز سرد و ترسناک و کلی هستش، ولی حقیقت همینه. و حقیقتش رو بخوای الان امشب که داشتم فکر میکردم، من هیچ وقت واقعا با خود کامپیوتر علاقه ای نداشتم. یعنی رشته ای هم که انتخاب کردم اون رشته کامپیوتره، اصلا رشته ای نبوده که واقعا بهش علاقه ذاتی داشته باشم. من کامپیوتر از بچگی بهش علاقه داشتم چون این وسیله‌ای میدیدم که پتانسیلی داره که بتونه سرگرمی بیافرینه، روش بشه بازی ساخت. مثلا از پدرم بچگی پرسیدم بابا چجوری این بازی‌ها میسازم، گفت باید برنامه‌نویسی یاد بگیری. گفتم اوکی پس برنامه‌نویس باید باشم که بازی بسازم. ولی الان دیگه اینجور نیست. ولی متاسفانه تو ایران مثلا تو بگی یه ایده دارن مسخرت میکنن. البته حقم دارن و همه ایده دارن، همه ایده خفن دارن، کیه که بیاد انجامش بده. ولی ما واقعا تو ایران یه رشته بازی سازی نداریم. اگر هم داریم حداقل به من که نرسید. حداقل به من که نرسید. هیچ رشته بازی سازی نداریم. هیچ شرکتی هم منو ریتارد بدبخت رو قبول نمیکنه، مگه اینکه تجربه چیز داشته باشم. یونیتی و اینا بخوام یاد بگیرم اصلا نمیتونم پای آموزش وایسم. و نمیدونم خدا چرا من انقدر کیری ساختی. تنها چیزی که من دارم خلاقیته. یعنی بغیر از خلاق بودن هیچ گوه دیگه ای نمیتونم بخورم. مثلا یکی از کارهایی که دوست دارم که نه، یعنی اصلا اتوماتیک انجام میدم، در طول روز یه سناریو تصور میکنم، یه بازی تصور. ببین بلا فاصله میتونم با کس و شرطین چیزا، با چیزایی که جلوم هستش بعد یه بازی بسازم. مثلا من تو دانشگاه یه واحد داشتیم، واحد کارآفرینی. استاد از کار من بیشتر از هم خوشش اومد، از کسب کاری که می‌خواستم درست کنم. اونم ساخته بازی آنلاین اندرویدی بود، موبایلی، با یه بودجه به خصوص که بتونه بعد 6 ماه ساخت آروم آروم به درآمد برسه و بیشتر از همه از مال من خوشش اومد. ولی سوال اینه آیا میتونم انجام بدم؟ نه، چون نه بودجه شدم نه مهارتش شدم و نه میتونم مهارتش یاد بگیرم، چون از بچگی ریتارد دنیا اومدم. خدا چرا باید، نمیدونم درست میدونم یا نه، درست فهمیدم یا نه، ولی خدا چرا باید یه آدمی جوری بیافرینه که مغزش واقعی متفاوت باشه و نتونه کاری که بخواد انجام بده؟ نه داداش تو درک نمی‌کنی. مثلا اینایی که میگن اوتیسم یه ابر قدرت بودنه، یه قدرته، یا همونایی که نشستن فرزنده نگاه کردن کل اوتیسمش مثلا این بوده مستر ربات و چه میدونم مایکل اسکافیلد و اینجور آدما. حالا مستر ربات که الیوت هالدرسون اوتیسمی نبود، ولی خب به هر حال میگین چی میگم. حالا آجی اوتیسم باوشت میکنه. نه باجی، یه سری آدم هم ریتارد در میان، هیچ کس به اونا اهمیت نمیده از اونا فیلمی درست بکنه، اگه اونا هم وجود دارن. هیچ خودم بیش فعالی من با این بیش فعالی چه گویی میتونم بخورم؟ با این خلاقیت زیادم چه گویی میتونم بخورم وقتی نمیتونم عمل بکنم؟ یعنی یه موقعی گریه هم میگیرم، میگم چون نمیتونی این کارو انجام بدی، یکی دست و پامو بسته. و حرفم اینه، ایده های نوآورانه تو ایران اهمیتی ندارن، همه ازت میخوان به بازار بچسبی، به کار بچسبی، کاری که اصلا علاقه بهش نمیتونی. یعنی خدا شاهده من اگه نتونم کار دیگه غیر از اینو انجام بدم اصلا نمیخوام زنده بمونم، چون زندگی به چه دردم میخواد؟ نمیتونم لذت ببرم. کار کنم پول در بیارم نمیرم، خب چه کاری؟ میزنم خودم میکشم میمیرم. what the fuck. میخوام بازی ساز بشم، از بازی سازی پول در بیارم. یکی از شانسایی که من برای خروج از ایران داشتم از بین رفته، چون دیگه نمیتونم برم. و اونم این بود که یه بورسیه‌ای بود که میتونستم باش برم ژاپن، بورسیه موموکاگوشو، نمیدونم اسمشو شنیدین یا نه. من میخواستم اونجا
بازی ساز بشم. حتی خدایا تمام تصورم کرده بودم چجور زندگی میخواستم داشته باشم. میخواستم برم تو کمپانی باندای نامکو استخدام باشم، چه میدونم یه زن ژاپنی بگیرم، بچه دار بشم، اونجا آی پی خودم رو توسعه بدم و معروف بشم. میدونم ساده و خیلی رویاییه، ولی فاکینگ این چیزی بود که تو ذهنم بود دیگه. الان اون شانس هم ندارم. چقدر دنبال کار و سر کار رفتم بودم، پول پس انداز کردم معلم ریاضی بگیرم بهم ریاضی یاد بده که سوالای امتحان جواب بدم، ولی خب نشد که بشه. چقدرم بگاه رفتم. خدا یه چیره بزرگ در آورده داره میکنه تو دهنت، میگه بیا بخور، حتی اگه تو نخوای اینجوری میکنم تو دهنت، نمیخوام موفق بشی، گم شو. اصلا تو یه انسانی کیری هستی. من انقدر انگشتم روت فشار میدم تا چونت پاره بشه، بگاه بری. من خودم چه گویی میتونی بخوری؟ آدم به درد نخوری کیری. و یکی از نشوناش به دنیا اومدن تو ایرانه. و میدونم چسناله است، بله چسناله است، قطعا چسناله است. آره ایران فلان بیساده، ولی کسی تا حالا اومده در مورد این مشکل صحبت بکنه که واقعا آدمای خلاق تو ایران جایی ندارن؟ و قبل از اینکه بخوای بری سر استارتاپ و اینا، دقیقاً منظورم از آدمای ENTJ و اینا کساییه که خلاقن و کونشو دارن و ADHD این مشکلات ندارن، یعنی میتونن یه کاری انجام بدن. من از اون آدمایی هم که مثلا اونا خلاقیتشون 75 چیز، خلاقیتشون 100%، عملشون هم 100%. من خلاقیتم 200%، عمل 0%. به چه دردم میخوره؟ مثلا خودت چرا من اینجوری آفریده؟ بگذاریم. مطمئنا خیلیای دیگه هم هستن مثل من تو ایران، ولی میخوام بدونم خلاقیت به چه دردی میخوره. یکی از بچه‌های گروه گفتش خب مثلا تو خلاقی از رو باهوش بودن تو فلان میسا اینا، آدمایی که باهوشن همچین رویاهایی دارن، آدمای خنگ که اینجوری نیستن. گفتم خب به چه درد میخوره؟ مثلا من رفتم تست آی کیو هم دادم فوقش. آره آی کیو شما بالا است، شما نابغه اید. واقعا هم خودم و ذاتم آدم خلاقی میدم. حالا نمیدونم تعریف شما از خلاقیت چیه، ولی خدای من هر کس و شری میتونم تقریبا در بیارم. یعنی تصورات، یه سری ایده ها وقتی تو ذهنم میگم خدا چجوری به ذهنم اومد، چی شد که این ایده تخمی بزنم؟ واقعا مرحبا، ولی خب چجوری شد که این بزنم اومد؟ و خب به چه دردی هم میخوره؟ خیلی خوبه، واقعا حال میده، ولی بدترین قسمتش اینه که میبینی دایی تو یه دنیای فیزیکی زندگی میکنی، هیچ گویی نمیتونی بخوری رفیق، باید یه کاری انجام بدی. خب بکیرم که خلاقیت زیاده، عمل داریز؟ نه. چرا؟ چون نمیتونی، چون مغز کیریت، خدای مغز کیری رو یه جوری ساخته که نمیتونی انجام بدی. من توی یکی دیگه از وایسای تلگرام گفته بودم وقتی داری مشکلاتتو میندازی گردن دیگران، احتمالا مشکل اصلی خودتی. شاید همینطوریه، واقعا مشکل اصلی خودم، ولی نمیتونم حلش کنم. از ریدم به هیکل خودم، کیرم دهن خودم. آره وقتی همین ایده ها خلاقیت هم با آدمو میگی بهت میخندن، مسخرت میکنن. چرا؟ چون جنابالی خلاقیت زیاد، اینا عملگریشون، و باور نمیکنن این خلاقیت جنابالی یه چیزی باشه که درست در بیاد. به خودشون باور دارن، نه به جنابالی، نه به ایده های تو. اصلا ایده های تو هم حتی به عنوان فرصت نمیبینن، مگه اینکه تو قبلش به جایی رسیده باشی، تو با اون چیز به جایی رسیده باشی. خیلی 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 کم پیش میاد یه یاری بیاد بگه داداش دمت گرم، چه کتاب خوبی نوشتی، چه بازی خوبی ساختی، چه ایده‌ای داری، نه بیا من سرمایه‌گذاری می‌کنم، بیا اوکی ردیفش کن، تو بساز من پولشو میدم. چارلز بوکوفسکی دهنش گاییده شد، اون همه تو شرکت پست کار کرد، آخر یکی اومد یه ناشر اومد کتاباشو چاپ کرد. خود رابرت گیرین که خلاصه کتاب قوانین روزانه‌اش هم گذاشتیم تو همین کانال پادکستشو. نمیدونم 30 سال 20 سال چقدر، فکر کنم 30 سال بود، 30 سال کار کرد، کارهای مختلف، تا آخر خیلی تصادفی ناشر بهش پیشنهاد گفت آقا من هزینه‌اتو میدم، کتابی که خواستی رو بنویس. حالا من بعد وایسا ببینم تا 60 50 سالگی کسی گیرم میاد، آیا نمیتونم، چرا نتونم الان یه کاری بکنم؟ و یه چیزی که بذارین یادم بمونه، یکی از چیزایی که تو کانال تلگرام گفتم بگم، بعد میریم سر اون چون بهش به هم مربوطن. من از بچگی این حواس پرتی داشتم ولی بهش توجه نکردم تا وقتی که آقا گفتم سر همین امتحانی که تو بورسیه میگیرن، چون برای قبول شدن تو بورسیه ژاپن یه امتحان ازت میگیرن، نمیتونستم تمرکز کنم. گفتم بذار برم روانپزشک، شاید واقعا این مشکل دارم، اونا تونستم کمک بکنم و واقعا فهمیدم این مشکل دارم. و الان که فکرش میکنم، من از بچگی
واقعا نمیتونستم تمرکز کنم، ولی باز تمرکزم خیلی بهتر بود، چون اون موقع نمیدونم شاید چون با کامپیوتر و اینترنت و اینا آشنا نشده بودم. یادم یه سطل آشغالی نارنجی داشتیم، من همش تو کلاس به اون نگاه میکردم، ولی در عین حال حرفای معلم رو میشنیدم و این خاطره شاید و این سطل آشغالی اینا رو و این شاید یادمه که یه روز در حالی که داشتم به اون سطل آشغالی نگاه میکردم، در این حال از خودم پرسیدم چجوری دارم حرفای خانم معلم رو میفهمم، منی که دارم این سطل آشغالی نگاه میکنم فکر نمیشه دیگه چجوری میتونم همزمان هم حرفای خانم معلم رو بشنوم بفهمم، هم به این سطل آشغالی نگاه کنم فکرای جداگانه که برای من جالب هستش رو فکر کنم. گفت این ور مغزم داره به چیزای جالب فکر میکنه، این ور مغزم داره به حرفای خانم معلم کامل گوش میده، ولی میفهمه که یهو همون لحظه داشتم به این چیز عجیب فکر میکردم، خانم معلم بعضن پرسید دایی بالایی حواست کجاست، اسم خودم گفت البته. یهو من تخته نگاه کردم گفتم آره من میبینم حواسم هستش اوکی. و این عادت الان هم هستش، الان که من دانشگاهم سر کلاس ریاضی به خصوص سوال زیاد میپرسم، حواس پرتی هم زیاد دارم، یهو میرم مثلا تو فکر یه چیزی، نه لزوما بازی، هر چیزی، یعنی من روزی نیست در حال فکر کردن نباشم. الان که باید فکر کنم نمیتونم فکر کنم، باید من چیزایی که قبل ویدیو داشتم فکر میکردم و بگم. فراموشی هم زیاد دارم، باید حتما یه سوالی چیزی هم رو کاغذ بنویسم بگم برم اونجا یادم میاد. آخه طبقه بندی بکنید چی میخوای برای ویدیو بگیری خیلی کسشه آقا، واقعا حوصله ندارم، میخوام یه چیزی ضبط کنم تموم شه بره ولی کامل باشه، چرا نمیتونم آخه از بس خارج نشیم. آره سر دانشگاه من همین مشکل رو دارم، حواسم پرت میشه خیلی زیاد سر کلاسای ریاضی به خصوص سوال میپرسم، معلم و همکلاسی هم مسخره میکنن، استاد همکلاسی هم مسخره میکنن. اما از رو چیزی که تو تلگرام نوشتم میخونم اینجا قشنگ کامل توضیح دادم، خواستم تو یوتیوب بگم ولی زودتر تو تلگرام گفتم و کلمه خودم هم نیستش. چرا؟ چون به قول یه معلم ریاضی، یه معلمی، هیچ آدمی نمیخواد از قصد بی‌دقت باشه چون ریتارد نیستش. منم که نمیخوام، ولی خب حالا ریتاردم بماند، ولی خب دست خودم نیست، میخوام اینو بگم اختلال توجه دارم و منم نمیگم 3 تا روانپزشکی که رفتم این نظر دادن. بعد وقتی معلمم اینو میگه، حالا میدونم برام عجیبه که جدی نمیگم، معمولا مثلا اینا رو میگی بیا تزادم مسخرت بکن یا سر این بیماری یا توجه بکنم کمکت بکنن، ولی هر بار سر کلاس اینو میگم که آقا من ADHD دارم اختلال توجه دارم، یه سه کیری بهم دست میده. مثلا دارم خودم میگم اوه آره من فلان مشکل دارم، من جنسیتم اینه، من فلانم، من بیشترم، واقعا یه مشکله دارم، عذاب میبینم، دارم واقعا زجر میکشم، واقعا دوستم گریه کنم ولی نمیتونم. آره آره و خواستم سر این برم که منی که نمیتونم یه ریاضی ساده رو حل بکنم، بچه بودم دوست داشتم نابغه باشم، واقعا دوست داشتم باهوش باشم، الانم میخوام، چون حس میکنم تنها راه موفقیت تو این دنیا خیلی باهوش بودنه. این باهوشتر باشی موفق میشی و نه فقط هوش عقلانی، تو همه چی. مثلا میگی چی میگم، فقط ریاضی و محاسبات نه، چیزی که مثلا تو اجتماع هم باشه بتونی یارو رو قانع بکنی، مثلا این منیپولیتور آدمای خفن تو انیما او آیانا کوجی و هان لیبرتین کوسچر، میگی چی میگم دیگه. آره مثلا بچه بودم دوست داشتم بازی بسازم و اینا، ولی خب نتونستم، کسی نبود بهم یاد بده و حالا یه سری خیلی طول کشید که بتونم اینا رو یاد بگیرم، ولی حالا میخوام به اینجا برسم که منی که الان سر کلاس ریاضی به عنوان دانشجو نمیتونم چیزی یاد بگیرم، اومدم تو یوتیوب دیدم یه بچه نمیدونم 8 سالشه 9 سالشه چقدر، زیر 12 مسائل سخت کدنویسی رو حل میکنه، آسیایی هم هستش، نمیدونم 50 خورده ای هم سابسکرایبر داره، 50 خورده ای هزار تا سابسکرایبر، اونقدرم زیاد نیست و عجیبه واقعا، باید حمایت بشه، نگه واقعی هک الکی نیست، ولی خب بعیدم نیست. میگم چرا من مثل این بچه نشدم، چرا خدا من مثل این بچه اینجوری باهوش خلق نکرد، من نمیخواستم یه چیزی مثل این بچه بشم، چرا خدا اینجوری من آفرید. نمیتونم مشکل خودم حل کنم، دارو هم کمکم نمیکنه، این خلاقیت زیاد خوبه چه دردی میخواد وقتی نمیتونم تمرکز کنم و عمل کنم. ببخشید بچه شرمنده. واقعا دوست داشتم از این
پرده سبزی که تازه خریدم یه رونمای خفن فان داشته باشم. ان برای قسمت بعدی، این قسمت ویژه است و میخوام رو قلتک بندازم پادکست رو، اون چیزی که میخواستم بشه. آره، یکی دیگه از مشکلاتی که من دارم، حالا قضیه خواستم بگم که چرا مردم ایران انقدر عبوسن و خلاقیت رو نمیپذیرن، ولی دارم مشکلات خودم میگم، چون خب یه بخش بزرگیش در مورد خودمه، پادکست شخصی خودمه. یکی دیگه از مشکلات عجیبی که دارم اینه که خیلی کند یاد میگیرم. یادم بچه بودم تو مهد کودک مثلا غذام آخر همه میخوردم، یا حالا مثلا تو کلاس ریاضی جزوه‌م آخر همه تمام میکنم، میگم استاد یه لحظه پاک نکن تخته، بذار بهت دارم مینویسم، خیلی کند مینویسم یا خیلی کند یاد میگیرم، خیلی کند کارو پیش میرم و بقیه خرگوش من لاک پشتم، من حلزونم. نمیدونم چرا اینطوری ام، ولی اگه بخوام مثلا سری کار کنم واقعا نمیتونم یاد بگیرم. واقعا خر هستم، واقعا که اون نصفه. هر شب بیشتر در مورد مشکلات خودم میگم، بیشتر گیرم میگیره. فاصله بگیریم برگردیم به همون بخش عمومی. ولی خب حقیقت همینه، خلاقیت زیاد اگه به قول کدوم دانشمند ایرانی بود، هر چیزی زیادش سم، کمش ناکافیه، متعادلش دارویی، یه همچین کس و شعری بود. ابو ریحان بیرونی بودی کی بودی؟ نه واقعا کنجکاو شدم تو اینترنت سرچ کنم یه لحظه. خب پیدا کردم. هر چیزی کمش دارو، متوسطش غذا و زیادش سم است، حتی محبت کردن. اینو بوعلی سینا گفته، حالا نمیدونم قسمت آخرشو گفته. آره، حتی محبت کردن. نمیدونم حالا فیکی یا چی، مثلا یه شعر از فردوسی ساختن که ضد عربا گفته، ولی اصلا تو شاهنامه نیستش. عرب بدخو یا اهریمن است، چو وقت عرب بر عجم چیره گشت، همه روز ایرانیان تیره گشت. اون شعر اصلا وجود نداده، تغییر یافته است. اینا حالا ببینم ابو علی سینا گفته یا چی، ولی آره خلاصه من واقعا کامپیوتر رو به خاطر خودش دوست نداشتم. امروز فکر کردم فقط دوست داشتم از کامپیوتر به عنوان یه وسیله با من بازسازی استفاده کنم. تو ببین یه چیز خیلی جالب تو حل مسائل منطقی، تحلیل کردن، خودم به شرطی که دوستش داشته باشم و جزء چیزایی که دوست ندارم نباشه، مربوط به علایقم باشه. یعنی مثلا من در مورد یه مسئله، یه چیزی یا این نظر میتونم کاملا به یه چارچوب اسکلت بندی مشخص بگم، به تحویل بدم و جوری توضیح بدم که قشنگ تا مغز استخون تو سرت فرو بره، قشنگ راحت بتونی یادش بگیری بدونی چی به چیه. ولی وقتی نوبت به کد نویسی و ریاضی میرسه اصلا مغزم تعطیل میشه، خر میشم، نمیدونم چیکار کنم. و بازی سازی هم که یاد گرفتم با برنامه نویسی بدون کد نویسی، یعنی واقعا کد نویسی نمیدونم چرا، نمیدونم چرا نمیتونم انجام بدم. ولی برنامه نویسی باشه، ویژوال باشه، اوکی، این راحت منطقو میتونم، ایف، الس، فلوت، فلان، بیسار، کوف، ضرب میتونم. ولی کد نویسی باشه نمیتونم. دانشی کامپیوتر باشی نتونی راحت کد نویسی بکنی، یا کد نویسی درست حسابی هم نتونی انجام بدی. عجب. و آره من از کامپیوتر فقط چیزی که دوست داشتم خود اون قسمت بازی سازی و خلق چیزای جالبش بود. مثل اینکه مثلا من دارم برای شما ویدیو ضبط میکنم، سرگرم کننده که نیست، یه جور پادکست خودمونیه. خب ولی اینکه چه کارهای جالبی میشه با این کامپیوتر کرد و اینکه هیچ وقت باید دروغ نمیگه مثل آدما و اینکه میشه باش بازی ساخت، به خصوص خیلی بهم جذاب بود. فکرم بزرگشم بازی ساز میشم، ولی خب هیچ گویی نشدم. و نکته اینه تو ژاپن مثلا یا تو هر کشور درست حسابی دیگه آخت هستم برده این قسمت چی بهش میگن کشوی کیبورد، مثلا میتونی طراحی بازی داشته باشی، ولی اینجا باید خودت یکی از کارهای فنی و بلد باشی، وگرنه هیچ شانسی نداری، راست نمیدن تو تیمشون، یا خودت هیچ گویی نمیتونی بخوای تیم تشکیل بدی، مگه اینکه بودجه داشته باشی کسی رو استخدام کنی که خب من فقیرم بدبختم پول ندارم لطفا سابسکرایب کن مانیتایز شم. نه خب این کانال فارسیه که خیلی حساب باز نمیکنم، حداقل میخوام برگم نقشه هستیم برگم رو هم کانال انگلیسی سرمایه گذاری کنم برای کاری هستیم. ولی آره تنهایش این بود پول داشته باشم که ندارم. این داروهای کیری هم دیگه نمیتونم کاری بکنم، چیزی که میخوام یاد بگیرم، چیزی که نمیخوام حتی یاد بگیرم. ببین انسان برای بقا ساخته شده، اگه به یه آدم معمولی بگن فلان چیز دوست نداری ولی برای بقا لازمته، میره انجامش میده.
به مغز کیری من بگی حاضر بمیره ولی اون کار انجام نده. نمیدونم چرا اینطوریه. یکی دست و پاتو بسته. هر کوششی هم بشی امتحان کردم. دوش آب سر، مدیتیشن، همون داروها. این فیجت هم که امروز خریدم ولی خب دارم باش کار میکنم. بیشتر از این که خیلی وسیله عالیه، واقعا معتادش شدم، واقعا خیلی خفنه. ولی هر وقت من کار میکنم افکارم هنوز هستن، فرقی نکرده. هر کلکی بگی بنجانم. مثلا همین انگشتایی هست که دست من میبینید. اینا رو گرفتم گفتم موقع درس خوندن این انگشتا رو دستم کنم که بگم وقتی درس میخونی حواست پرت نشه، این انگشتا رو نگاه کن. خب تأثیری نداشت. و خدا نکنه کسی زیاد خلاق در بیاد و عملگرا نباشه. ولی جالب آدمایی که خیلی عملگران باز به یه گویی میشن، یه جایی میرسن. خصوصا تو ایران که همه چیز بوروکراسی میشاله بوروکراسی بذار ببینم معنی فارسیش چی میشه، الکی از خودم کسوشه نگم. ببینم همون معنی که من فکر میکنم میده، یا سیستم عقلانی توانمند، یه همچین چیزی، یه سیستم خشک که همه باید عملگرا باشن و اینا. خلاقیت کیرم تو خلاقیت، فقط چیزایی که از قبل مشخص شده، از قبل ثابت شده کار میکنن. ایران یه همچین سیستمی داره. اما آدما عبوس کسیش حالا همه جاست، ولی فوق العاده خلاقیت و نوآوری. تاش مثل توماس ادیسون مادر جنده ایده‌اتو بدوزن. اونم سمتش نمیرم معمولا. مگه اصلا همچین کاری نمیکنن، حداقل در مورد هموطنان خودشون. شاید هم بکنن، نمیدونم. این پیش اومده قطعا، ولی اهل این کارا نیستن. مگه اینکه برن از چیزهای خارجی تقلید بکنن، مثل اسنپی که رفته از اوبر تقلید کرده، یا کوروشی که رفته از فروشگاه 7 تقلید کرده، یا همچین چیزی. ولی خب کلا ته چیزی که میشه به گفت نزدیک خلاقیت تقلید کردنشونه، که اونم میشه همون چیزی از پیش ثابت شده. آقا زیاد حرف زدم. واقعا آدم خلاق تو ایران شانسی ندارن. آدمایی که ایده‌ای بزرگ دارن، چیزایی میخوان درست کنن که قبلا نبوده. کاش حداقل تیم بازی سازی من قبول بکنم. این چیز زیاد بوده. الان دیگه نمیتونم ژاپن برم، چون یکی از امتحاناتش امتحان ریاضیه. منم ریاضیم خوب نیست. یه معلم گرفته بودم وسط راه ولم کرد. چت جی پی تی هم درست حسابی پاسخ نمیده. منم نمیتونم یاد بگیرم. چقدر سر کار رفتم، چقدر اذیت شدم سر کار. خیلی داستان داره. ولی باز با پولم نتونستم به چیزی که میخوام برسم. یه فرصت سنی اینا هم تموم شد. هنر بکنم کم کم باید برم سربازی. سربازی جالبه. مردم فقط به چیزایی اهمیت میدن که از پیش تعیین شده، به چیزایی که مشکلات حاله. مثلا میگه یه پسر مرده، کسی کیرش نیست، ولی بگو یه دختر یا این بستنی میهن رو تحریم بکنیم. دوستان آیا خون اون دختره از خون این پسر رنگین‌تره؟ نمیخوای برای پسر یه چیزی رو تحریم بکنی؟ خیر، بریم بستنی هم به این میهن رو تحریم بکنیم، ایران درست شه. کیرم تو پسر، فقط دختر خوب. این همچین چیزایی که تو کل ایران هست. خسته شدم. میدونم شما خسته شدین، گلم خوش شد واقعا. ایشالله که قسمت‌های بعدی پادکست کشیش اینجور نیستن. سعی می‌کنم موضوعات مورد علاقه من باشه، ولی مثل این قسمت خیلی خشک نباشه. شاید سمت خشکی هم بره، ولی دیگه نمیخوام چیزی بسازم که مثلا حتما برای ویو گرفتن باشه یا توجه مخاطب حتما جلب کنم. چیزی که میخوام میسازم. کسی دید، کسی هم ندید. تمرکز میذارم رو کانال انگلیسی. میخوام تو کانال انگلیسی بازی سازی اینا رو انجام بدم اگه بشه. و اگه خواستین که ویدیو رو ببینین، لینک رو میذارم یا بالا یا پایین، نمیدونم. این بالا فکر کنم میشه. اینجا. آره اینجا. گوشم درسته فکر کنم. این بالا میاد دیگه. لینک کانالم میاد این بالا، کانال انگلیسیم، و تو اوتر ویدیو هم یکی از این جاها براتون میذارم. آره. بس از این پرده سبز بذار تو آخر ویدیو استفاده بکنم. یو ام از استفاده از پرده سبز. ان شاءالله که درست درآمده باشه. بچه‌ها میبینمتون. ممنونم که نیم ساعت منو تحمل کردید. دوستتون دارم. امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. اگه رفیقی میشناسید که همسلیقه خودتون و خودمه، بفرستین ویدیو براش. بابا لایک و ساب و این کوششام که حتما قبلا انجام دادین، وگرنه تا اینجا نمیدیدید. خداحافظ، میبینمتون.